الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. در غم تو عرض و سما خون گریست، ماهی در آب وحش به هامون گریست. حسین پوچ و یک سر هیچم با حسین گرد خدا میپیچم. سراغ عشق کسی
hiç ihtiyacım eğer ziyade merhametu şema Hüseyin روزه بگم وایسان و محبانم یندلا بهت خبر بدم از واقعه عاشورا पढ़ता वाकिया होया शुरा का أهل بيت الدمع يقول أما أصحاب الله هم رفت الميدان یک به یک شهید شدن حبیب رفت زهیر رفت همه پا در رکاب امام شهید شدن جوانان بنی هاشم همه رفتن علی اکبر قاسم همه یک به یک رفتن میدان ابی عبدالله نگاه کرد دید تک و تنها زخمی چشمه با لب ترک خورده تو گردان قتلگاه روزه عاشورا एक एक करके मैदान में गए अली अकबर कासिम आनो मोहम्मद सब एक एक करके आशूर के दिन मैदान जंग में गए آخ بمیرم تکیه زده به نیزه غریبی صدای ارباب آی این حبیب این زهیر این ابوالفضل इमाम ने आखिर पे जनाब ज़ैनब के खैमे
के सामने नेज़े पर तकिया किया। जब कोई नजर न आया तो जनाबे इमाम हुसैन सदा दी, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना अब्बास, मेरे हबीब अली अकबर अब्बास कहाँ हो। مشغول استغاثه بود، از اون طرف بالای بلندی عمه جان ما زینب داره تماشا میکنه. گلدال چه خبره؟ نیزه دارا با نیزه میزنه، شمشیر دارا با شمشیر میزنه. یه صحنه ای رو دید خانم زینب و شمر و جان شد علی صدر الحسین. इमाम जब मैदान में गए कोई नेज़ा मारता था तो कोई तलवार से वार करता, कोई तीर मारता था। ये मंजर किले ज़ैनबिया से जनाब ज़ैनब देख रही थी। دلم سوزه برا ارباب شمر لعین وارد گلدان، آقا رو به رو برگردان. خنجر گذار سر از قفا ببره. शिमरमंद मक्तलगाह में दाखिल हुआ, उसने अपने खंजर को हवा में लहराया। इमाम हुसैन हालत सजदम थे, उसने ज़हरा के लाल की गर्दन पर खंजर चलाना शुरू किया। نگاه کردن عمه جان ما رو بلندی به سر میزنه، ای لاله میزنه و حسینان و حسینان و علیا و علیا. یه دفعه منادی صدا بلند کرد یا اهل العالم قتل الحسین به کربلا اتشانا. जब जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा कि शिमर मेरे भाई को कत्ल कर रहा है, बीबी ने तिल्ले ज़ैनबिया से सदा दी, वाह मोहम्मद वाह अली। एक निदा ने मुनादे दी खुदिल अल हुसैन बेकरबला
عطشانا یا صاحب الزمان سر حسین و به نیزه زدن خیال لشکر دشمن راحت شد دستور داد برید برا غارت خیمه ها سربازای دشمن اومدن سمت خیمه ها انقدر دختر بچه ها زنده امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا جب بلند کیا تو حکم ملا کہ خیمے میں جا کر خیموں کو غارت کرو انہوں نے اتنا ان بچوں پر ظلم کیا کسی کو تازیانہ تو کسی کو پاؤں سے مارتے تھے زن و بچه ها ترسیدن این دختر بچه ها به سر میزنن این سربازا میزدن و این ناله این بچه ها بیشتر میشد دستور داد گفت باید خیمه ها رو آتش بزنن اتنا بچوں کو مارتے تھے پھر حکم ملا کہ خیمہ کا آگ لگا دو پسر زنان همه وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین آتیش زدن به خیمه ها فریاد یا محمد فریاد یا محمد زدن به خیمه ها فریاد یا محمد زدن به خیمه ها وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین کربلا وای حسین کربلا وای حسین کربلا وای حسین کربلا وای حسین آتش زدن وای حسین خیمه ها وای حسین آتش زدن وای حسین خیمه ها وای حسین 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 وای آتش سوزی دلم زینب شادی زدم راوی میگه دیدم دامن یه دختر خوشحال آتش گرفته ای وای ای وای ای وای حسین بابا از آتش صدایم سوخته کربلا دارم از پایم سوخته هر که دارد حوث کربلا بسم الله هر که دارد حوث کربلا
من تو یه جلوی جایگاه خودم خیلی به سیرتم بزن یا علی بیا جلوی جایگاه حسین 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 یا علی بیا سیرتم بزن حسین 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 من ام تنها سالار مستن من یا اونایی که داریم میرید سفر کربلا اربعینی من ام تنها سالار مستن بعد از تو شد خاک عالم بر سر من پس از تو بیار و یابد در دل صحرا کاروانی بی پناه یک زن تنها کاروانی بی پناه یک زن